این یعنی شیبا قراره بشه با ارزش‌ترین ارز جهان و از بیت کوین، اتریوم و ریپل هم سبقت بگیره. دیروز یه پستی دیدم توی اینستاگرام که گفت ارز شیبا قراره به $1 برسه. میدونید چند درصد بالاتره؟ حالا این پست رو ببینید یه لحظه با هم. من اینجا رکورد کردم. اگه شیبا به $1 برسه سرمایه من چقدر میشه؟ اگه 1 میلیون بذاری میشه حداقل 71 میلیارد تومان. اگه 10 میلیون بذارم چطور؟ به عبارتی 710 میلیارد تومان. این یعنی شیبا قراره بشه با ارزش‌ترین ارز جهان و از بیت کوین، اتریوم و ریپل هم سبقت بگیره. اگه می‌خوای بدونی چند درصد احتمال داره که این شایعه اتفاق بیفته، کمی احتمال برای من ارسال. خب کلمه احتمال رو برای من ارسال نکنید، برای ایشون ارسال کنید. تو کپشنش ببینیم چی نوشته بوده. خب نوشته شیبا توی رشد قبلی خودش بیش از 10,000 برابر رشد کرد. اوکی؟ حالا سوال اصلی اینه آیا میتونه 70,000 برابر دیگه هم رشد کنه؟ یعنی با یه مقدار خیلی کوچیک به یه عددی برسی که حتی تصورش هم سخته. اما چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته؟ اگه میخوای بدونی این سناریو چقدر امکان پذیره، کلمه احتمال رو برام کامنت کن. خب حدود 800 میلیارد نفر کلمه احتمال رو کامنت کردن توی این پست و اینکه خب چه ادعاهایی. خب من با خودم فکر کردم، گفتم شاید راست میگه. آقا اگه راست میگه چه کاریه، خب بریم پولدار شیم دیگه، تموم شه بره. و یه کامنتی گذاشتم، گفتم اگه میگفتی مثلا بیت کوین ببخشید ریپل و اتریوم از بیت کوین میزنه بالا، باز برای من خیلی قابل هضم تر بود. ولی شیبا ببینید در دنیای کریپتو هر چیز امکان داره ها. خب من نمیگم دروغه و اینم گفته که احتمال، ولی یک جوری مطمئن صحبت میکنه که انگار ایشون میدونه. خب حالا من یه کامنت گذاشتم، اکانت من 50 60 تا فالوور داره. خب اکانت ایشون 200 هزار تا فالوور داره. من یه کامنت همینجوری گذاشتم اینطوری اینا، بعد ایشون اومد دایرکت به من جواب داد. خیلی جالبه. اون همه فالوور داره، ول کن یه نفر مثل من اومده یه چیزی گفته. حالا نوشته توی دایرکت، ببینید به خدا دایرکت نوشته شیبا یک رمز ارز غیر متمرکز است، اما نه همه شیباهای موجود. برخی از شیباهای منتشر شده قابلیت فریز شدن دارن. خب من اینا رو که خوندم طبق اطلاعات خودم بعید میدونستم که این همچین حرفای درست باشه. خیلی محترمانه ازشون پرسیدم ممنون از توضیحتون و وقتی که گذاشتید اگر ممکنه میتونید منبع فنی یا لینک قرارداد هوشمندی که نشون بده این قابلیت فریز در شیبا وجود داره معرفی کنید. حالا بگذاریم، من با یه تحقیقاتی هم کردم، دیدم که این ادعاها دروغ هست و یا مثلا گول زننده است و اینا برای جذب مشتریه. بعد از چت جی پی تی هم پرسیدم. خب حالا بیاین دوباره از چت جی پی تی بپرسیم. خب سلام چت جی پی تی، من یه پست دیدم دیروز توی اینستاگرام که ادعا کرده بود که شیبا احتمال زیاد داره که به $1 برسه قیمتش و اگه میخواین احتمالش رو بهتون بگم به من پیام بدید از این حرفا. و بعد من یه کامنت گذاشتم که بعید میدونم اینطوری باشه، اگه میگفتی ریپل بهتر بود که از بیت کوین جلو بزنه. حتی گفت از بیت کوین جلو میزنه، آینده در شیباست. و بعدش ایشون جواب دادن که نه اینطوری نیست، بخشی از شیبا قابل فریز شدنه و اون مقدارش اینجا یه همچین صحبتایی. نظرت چیه در این باره؟ سلام. ببین این از همون ادعاهایی هست که در فضای کریپتو گاهی دیده میشه. اینکه شیبا به $1 برسه خیلی دور از ذهنه و منطقی نیست، چون حجم بازار و تعداد توکن ها خیلی بالاست و رسیدن به چنین قیمتی نیاز به ارزش کل بازار نجومی داره. اینکه کسی ادعا کنه شیبا از بیت کوین جلو میزنه هم بیشتر یه جور بزرگنمایی و جلب توجهه. اینکه بخشی از شیباها قابل فریز شدن باشه ممکنه به بعضی قابلیت‌های فراردادی و توکنی مربوط باشه، ولی این ربطی به اینکه قیمت تا اون حد بالا بره نداره. در کل به نظر میرسه این حرفا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا واقعیت. خب این حرفی بود که چت جی پی تی زد با کلی قطع و وصل شدن. نمیدونم چرا پریمیومش هم داریم پول میدیم. این روش تبلیغ رو بهش میگن probability framing abuse. خب اگه میخواین بیشتر بدونید توضیحات توی کپشن.